سلام، من کوروشم. سلام، من محمدم. به بورد گیم لب خوش آمدید. امروز قراره در مورد بازی کسلز آف برگاندی صحبت کنیم. قلعه های برگاندی محیط بازی توی فرانسه قرون وسطاست، یه محیط فئودالی. یه زمینی دست ماست که قراره آبادش کنیم، قلعه بسازیم، شهر بسازیم و این شکل. و خدمت شما عرضم که بریم ببینیم نظرمون در مورد این بازی این چیه. بار که خود بازی کردی چی شد که علاقه من شدی؟ من حقیقتا اولین بار که بازی رو دیدم، قیافش رو دیدم یه جوری بودم. یکم آدم دلسرد میشه وقتی خیلی ساده است. و اینکه بازی رو هم که باز کردم، کامپوننت ها رو دیدم. خب قبلش گیم پلی رو ندیده بودم، خیلی گیج شدم. بسیار زیاد کامپوننت داشت و تایلاق هر کدوم میتونست یه مفهوم داشته باشه. بعد که دفترچه دیدم و یه راهنما که بغل دستت میذاری و اینا، دیدم که نه، هر کدوم از تایلا یه معنی داره و معنیش هم جذابه ولی باید بازی کنی چند دست تا این بیاد تو ذهنت و یکم بشینه تو ذهنت. منم برای اولین بار که شروع کردم بازی کردن، اینکه بخوایم از یه شهری، یه مرکز شهری بیای توی بورد شخصیت اضافه کنی و شهر خودتو، یعنی از اون قسمت وسط بسازی، برام جالب بود و این کار رو با تاس انجام بدی. یعنی اون حالت اون تاسایی که میتونی بندازی اینا، فکر می‌کنم توی برگانیا یعنی اولین بازیایی بود که، یعنی قبل از شیم فیلیپس قاعدتا این بازی قبل از ویفرر ساخته آره. شد، ولی توی اون فضا هاست. یعنی تو بعد اون عدد تاس تو بیاری و با توجه به اون عدد تاس اون تایلا رو بیاری و روشون کنترل کنی. اصلا خود بازی هم همینطوریه، یعنی تو میتونی با اون تاس هایی که کنترل تاس بهش میان، یعنی تو بتونی بهترین استراتژی و منطق تو روی اون شانس تاس پیاده کنی و جالب بود برای آره. اولین بار. کلا تاس، حالا یک انتقادی هم که ابتدا به این بازی می شده این بوده که تاس داره و شانسیه و فلان و اینا. بازیایی که تاس داشته قبل از این بازی استراتژیک نبوده، بازی ساده بوده، بازی دم دستی خانوادگی و این شکلی. خیلی بازی ساده بوده، برای همین یه گاردی بوده نسبت به تاس. ولی این بازی یه انقلابی بوده توی دایس پلیسمنت. در واقع استفاده بهینه از تاس و مدیریت شانسه. آره، و این خودش جذابیتی بوده که اضافه کرده و تونسته که پیشرفت کنه و دوباره تاس رو به بازی ها برگردونه. و یه نکته‌ای که بود و جالب بود و خیلی پوینت مثبتی داشت و نظر مثبتی اومد، این داستان سالاد پوینتشه. یعنی سالاد پوینت اینطوریه که تو میتونی با امتیازهای خیلی کوچیک یعنی یه امتیاز بزرگ برسی و برنده بازی بشی. عجیب هم هست. یعنی اینجوریه که واقعا مثلا چجوری بگم، مثلا متوجه نمیشی دقیقاً چجوری داری امتیاز میگیری، ولی این امتیازهای کوچیک باعث میشه که یه امتیاز بزرگتر بگیری و بری جلو. سخت هم هست، یعنی اینکه بخوای اون امتیاز کوچیکا رو بگیری یه ذره سخته، ولی بازی رو جالب کرده. یعنی یه کاری کرده که مثلا بازی رو مثلا به وجد بیای وقتی ببینی بازی داری میکنی و یعنی یهو مثلا بیای از حیواناتش امتیاز بگیری، بعد آکادمیا دوباره امتیاز میده، بعد از اون قلعه‌ها باعث میشه که یه انجینی بسازی و سکه بگیری وسطش و همه اینا دست به دست هم میدن تا بتونی بازی رو پیش ببری و جزء بازیایی که تعداد اکشن زدنش زیاده دیگه. آره، دقیقا موضوع اینه. شما چون توی این بازی با تعداد اکشن خیلی زیاد روبرویی و کلا شما چند تا
مرحله داری و چند تا اکشن میتونی داشته باشی. اکشن به معنی این که اون تاستو بذاری و اون اکشنش رو بری. شما 5 مرحله داری که هر 5 تا ایج داری یا هر 5 نوبت داری که هر 5 نوبت 5 رانده، 25 مرحله و هر کدوم 2 تا تاست دارید که تقریبا هر بازیکن 50 تا اکشن داره. غیر از اکشن خرید فروش از مرکز شهر و اکشن اضافیه. اکشن قلعه. احسن. نه حالا من دارم بیسشو میگم. من منظورم چیه؟ شما 50 تا اکشن داری ولی با این 50 تا اکشن نمیتونی قلعتو بسازی. حالا تقریبا میخوام بگم 4 5 6 7 یه 4 5 6 7 اینجا داری، یه دونه 6 5 4 این داری، یعنی این زمینی که داری و بعد پر کنی، خب یک بار تایل رو بذاری رو اونجا و یک بار انتقالش بدی به زمینت 50 تا بیشتر میشه. یعنی اگه بخوای با همین اکشن هایی که فقط خیلی ساده بازی کنی، اکشن بونس نگیری و فلان و اینا، البته به غیر از اون 3 تا قلعه، شما به اندازه اکشن نداری که زمینتو پر کنی و امتیاز کافی بگیری و این وسط بازرگانی هم کنی، یه سری چیزا بفروشی و بخری. دقیقاً اتفاقی که میفته اینه که اول شما همین این کارو میکنی ولی بازی که هی ران میری جلو، هی پیشرفت میکنی توی بازی، میفهمی که این اکشن اضافه ها و کارهایی که داری میکنی دابل میتونه بشه، تریپل میتونه بشه و میتونی اکشناتو بهینه کنی. و اتفاقی هم که توی این بازی افتاده و به غیر از اینکه دایس پلیسمنت رو دوباره آورد و غیره، و شاید بگم اصلا این بازی بهش معروفه، بهینه سازیه، اپتیمایز کردن اکشناته که بتونی بیشترین امتیاز رو بگیری. با توجه به اینکه همه چی هم میتونی امتیاز بگیری تقریبا، این بهینه سازی اکشن ها، یعنی توی 2 تا اکشن بتونی یه عالمه امتیاز بگیری و بیشتر امتیاز بگیری، این خیلی جذابه. بازی سال 2011 اشپیل فکر کنم خانوادگی بهترین بورد گیم خانوادگی رو برد. بعد جز اولین یورو گیم هاست، یعنی نه اینکه اولین ولی مثلا جز اولین یورو گیم هایی که خیلی سر و صدا کرد. و استفان فلد آلمانیه. یه نکته‌ای که هست اینه که من این بازی یعنی قاعدتا چیز نشده، یعنی تو ایران اون اسپشیال ادیشنش منتشر نشده. یه انتقادی که دارم اینه که خیلی گرافیکش قدیمیه برام، یعنی با توجه به اینکه بعدا مثلا می‌بینی بازی شین فیلیپس چقدر گرافیکاشون مدرن و جدیده، ولی گرافیکش یه جوریه که خب مثلا میگم شاید برای اینکه برای 14 سال گذشته شاید یکم اون گرافیکش قدیمی باشه، مکانیزما جالبه، بازی قشنگه، ولی اون حالت برد اصلی بازی و برد شخصی و اینا یه ذره دل منو میزنه شخصا، علاوه طراحی یعنی دارم میگم. و اینکه حالا از اسپشیال ادیشنش رو بازی نکردم، ندیدم خیلی خوب برده شده، ولی فکرم جالب باشه. اتفاقی که توی تماتیک بازی افتاده اینه، سال 2011 که این بازی ارائه میشه، بازی بسیار تمش ساده بوده و دلو میزده، همون اتفاقی که بر منم موقع دیدن جعبه‌اش افتاد، نه خود بازی. این حالا نسخه‌ای که ما گذاشتیم این برای انیورسری سال 2019شه که عملاً اومده طراح روی گرافیک و حالا تم بازی کار کرده، خیلی خوشگل‌ترش کرده، جذاب‌ترش کرده و باز هم این نظر منتقدان رو جذب نکرده، اومده یه حرکتی زده، یه اسپشیال ادیشن گذاشته برای این سال 2023 آورده جعبه این هوایی با قیمت بسیار گرون، تقریباً $200، تو بعضی از کشورها $250 و دیگه اصلا اومده تم و همه چی رو ریخته توش. یعنی
راند شماره تو شکل برج قلعه درست کرده، قلعه هایی که میذاری یا قلعه بود درست کرده. یه طراحی کرده برای برد که برد میاد تایلا هم 30% بزرگترن، هم میان تایلا جا میخورن و اصلا تکون نمیخورن دیگه. و اصلا یه چیز عجیبی طراحی کرده و خیلی خفنه و من که به عنوان فن این بازی هم خیلی دوست دارم بخرمش. یه ولی نکته دیگه همه عجیبی شده که توش. بود اینکه ما چون بازی آرک نوار بازی میکنیم و بردهای شخصیمون شبیه همه، اینکه من رفتم خودم تو VGA دیدم که مثلا بردها متفاوته. فکر کردم شاید مثلا بالانس بازی به هم بریزه اگر بردهای شخصی مثلا متفاوت باشن با هم، و ما یه چالشی هم سر این موضوع داشتیم. آره منم ولی درکش نمی کنم که چرا برد شخصی متفاوت. خیلی بازی متفاوت میشه به نظر من. هر ممکن بالانس بازی به هم بریزه. آره کاملا بالانس در میاد به نظر من و این یه چالشیه که دارم و من خودم به شخصه نمیپسندم. اگه بخوام حالا مثلا توی خود پشتشم الان اگه بگیرید بازی رو میبینید دقیقاً برد A و B رو گذاشته، این 0 و 1 رو گذاشته، 1 و 2 ببخشید 1 و 2 رو گذاشته پشتش، یعنی بردا یکی نیست و این به نظر من جالب نیست. به نظر من بردا یکی باشه بهتره و این هم از این. بریم بیایم امتیاز بدیم بهش. بریم بیایم آره. کجا بریم بیایم؟ نه دیگه، اونجا بریم. بریم خب ما میریم سراغ امتیازدهی. غیر از امتیازدهی 1 تا 3 که اولویت بندی میکنیم جزء بازیایی هست که دوست داریم بازی کنیم یا نه، یه ذره جزئی تر میکنیم. بچه‌ها کامنت داده بودن که میتونید جزئیاتش هم بگید و امتیاز بندی کنیم. ایده قشنگی بود، استفاده کردیم. بین 1 تا 3 جزء بازیایی که چجوری بازی میکنیم؟ یک همیشه بازی دوست داری بکنیم. آره. من خودم بین 1 و 2 شک داشتم، حالا ولی 2 میدم. بازی مکانیزما 1 تا 5. 5 خودت هم امتیاز بده. من خودم مکانیزما فکر کنم 3. خب اینتراکشن کمه، اینتراکشنش کمه، 3 2. منم 1. و عمق استراتژی بالا. آره. اگه زیاد بازی کنی خیلی میفهمی عمیقا نظر استراتژی. من نظرم 5. منم 4. حالا در مقایسه با آرکنو بس اسمم یه امتیاز کمتر بدم بهتره. آها نسبی هم داری نگاه میکنی؟ اوکی. من 5. من نسبی نگاه میکنم. بالانس اگر اون حالت این که نقشه ها متفاوت باشه به نظر من بالانس خارج میشه. اما اگر نقشه ها یکی باشد، یکی نباشد از بالانس خارج میشه، یکی باشد به نظر من خیلی بازی بالانسه. خب 5. الان یکی بازی اینجوریه که بردهای شخصی متفاوته. 4 5 4. من خودم 3 میدم اگر بردهای شخصی، چون قانون بازی اینطوری بوده. من با اون فرض میگیرم که برده یکی باشه. تکرارپذیری به نظر من 5. منم 5 میدم بهش. تم طراحی توی این نسخه میتونست بهتر باشه. اون نسخه اسپشیال ادیشنی که من دیدم خیلی خفنه، 10 55، ولی این به نظر من 3. منم 2 بهش میدم. و بازم بود دیگه شانس نداره به نظر. شانس 3 میدم به شما. 0 میدی به شانس یعنی زیاد باشه یه معیار بده. اصلا 0 که منطقی نیست. نه معیارش چجوریه؟ شانس چقدر دخیله توش؟ 2. منم 3 میدم بهش. و اینکه بازی خوبیه، در کل بازی کنید، لذت ببرید ازش. امیدوارم نسخه اسپشیال ادیشنش رو زودتر بزنن و حالا با قیمت کمتری بتونیم بخریم، بتونیم استفاده کنیم ازش. تایلای 3 بعدی و اینا داره، خیلی قشنگه. فکر کنم تو ایران نزننش. چرا؟ قیمت اصلا اصلا بالا در این هواه اگه تو ایران بزنن به خدا اندازه پول یه CD ازت میگیرن.
خیلی در میاد. خب خداحافظی کنیم. خداحافظی کنیم تا برنامه بعد که یه نقد و بررسی دیگه داریم. لایک و سابسکرایب و دکمه زنگوله فراموش نشه لطفا. بیشتر حمایت کنید ازمون و همین دیگه. تا جلسه بعد که الان خوبه منم بگم از اول؟ نه دیگه باشه بریم. نه من نمیگم. نه تا برنامه بعدی خدا نگهدار. خداحافظ.